On tire. Putain, on va taper, c'est pas vrai! Qu'est-ce qui se passe? سلام، من آریا هستم. به شبکه د کلاود سفر خیلی خوش اومدین. قبلش پوزش میخوام ازتون بخاطر این تاخیر 2 هفته‌ای که نتونستم ویدیو براتون آپلود بکنم. خیلی درگیر بودم، ولی الان خوشحالم که این ویدیو رو براتون ضبط میکنم و راجع به یکی از تلخ‌ترین حادثه‌های هوانوردی تاریخ قرار صحبت بکنیم. چرا میگم تلخ؟ یکی از تلخ‌ترین، چون اولا که همه حوادث و سقوط‌هایی که اتفاق میفته و ما انسان‌ها رو از دست میدیم خیلی سخت و ناگواره، ولی بعضی از اتفاق‌ها میشد که نیفته. وقتی که جعبه سیاه رو باز میکنن و بازخونی میکنن دلیل حادثه رو، آدم خیلی شوکه میشه که میتونست این اتفاق اصلا نیفته با انجام دادن یه سری کارهای ساده. درسته ما تو جای گرم و نرم نشستیم میگیم که اون لحظه خلبان باید اون کارو میکرد، پشت گود نشستیم میگیم لنگش کن، ولی بعضی اتفاقا میتونست نیفته که الان من راجع به این پرواز با شما صحبت میکنم و شما رو داخل کاکپیت خلبان میبرم و بهتون توضیح میدم که اگه شما خلبان بودین توی این پرواز باید چی کار میکردین که این سقوط اتفاق نیفته. پرواز 447 ایر فرانس 1 ژوئن 2009 از شهر ریو دو ژانیرو برزیل به مقصد فرودگاه شارل دو گل پاریس در حال حرکت بود که 3 ساعت بعد از پرواز متاسفانه ارتباطشون با رادار از دست میدن و بعدا متوجه میشن که پرواز اصلا محو میشه هواپیما از رادار و بعدا متوجه میشن که سقوط کرده. 5 روز بعد از حادثه چند تا جسد پیدا میکنن تو اقیانوس اطلس و که این سهه میذاره به اینکه این اتفاق افتاده و هواپیما سقوط کرده. دلیل این حادثه رو امروز توی این ویدیو خیلی ساده و با سناریوهای خیلی ساده و کلمات غیر تخصصی بررسی میکنیم که برای اون دسته دوستانی که توی هیته هوانوردی هم فعالیت نمیکنن موضوع قابل درک و شفاف باشه. پس تا آخر این ویدیو با من باشین بریم ببینیم چه اتفاقی افتاده. ساعت 10:30 UTC هواپیمای ایرباس 330 ایر فرانس ما شهر ریو دو ژانیرو رو به مقصد پاریس ترک میکنه با 1 کاپیتان و 2 کمک خلبان، چون تایم پرواز خیلی بلنده و طبق پالیسی شرکت‌ها پروازها باید با 2 تا کمک خلبان انجام بشه که بتونن تو طول مسیر به صورت شیفتی استراحت بکنن. همون اول پرواز کاپیتان از کمک خلبان دوم میخواد که به قسمت بانکر یا همون قسمت استراحتگاه خدمه بره و استراحت بکنه که خودش بتونه نفر دوم برای استراحت بره اونجا. پس ما الان توی کاکپیتمون 1 کمک خلبان داریم با 3000 ساعت پرواز روی این هواپیما و کاپیتان با تجربهمون با 11000 ساعت پرواز. 3 ساعت بعد از تیک آف حدودای ساعت 1:35 یک پدیده‌ای رو توی آسمون مشاهده میکنن به نام سن الموس فایر که البته من اصطلاح فارسیشو پیدا نکردم، راجبش توی گوگل بخونید، خیلی پدیده جالبیه. یه جورایی مثل رعد و برق میمونه ولی مثل رعد و برق نیست. به صورت خیلی ساده بخوام توضیح بدم، تخلیه بار مغناطیسی و الکتریکی آسمون و ابرها از طریق برج‌ها و کشتی‌ها هستش. یعنی حالا هر چیز فلزی که بخواد این بار و انرژی رو از خودش دور بکنه آسمون. خب این صدای کمک خلبان که از کاپیتان میپرسه کاپیتان چه پدیده‌ای هستش، البته این خیلی رایج هست اون منطقه از جغرافیای جهان و تو اون تایم از سال که به شدت تاندرستورم و طوفان و از این شرایط نامساعد جوی داریم تو قسمت استوا، اونم تو ماه ژوئن در سال که میشه تابستون توی اقیانوس اطلس بسیار نرماله. ولی حالا کمک خلبانی پدیده در تا ندیده بود و از کاپیتان میپرسه که این چه پدیده‌ایه که این صداشون تو قسمت CVR جعبه سیاه هواپیما اومده بوده. بی تاثیر نیست دیدن این پدیده از شیشه جلوی خلبان توی هواپیما. تاثیر حالا علاوه بر ترس و استرس یه تاثیر خیلی میشه گفت محسوسی میذاره روی قسمت بینایی و ذهنی انسان‌ها. چرا اینو میگم؟ چون در آینده مشاهده میکنید که زنجیروار اتفاقاتی که توی این پرواز افتاد و باعث شد که هواپیمای ما سقوط بکنه. ساعت 2:05 کاپیتان پرواز دکمه فلایت کرو رست رو میزنه و از کمک خلبانی که اون تحت به قسمت بانکر استراحتگاه خدمه در حال استراحت میخواد که خودشو به کابین برسونه و جاهاشون رو عوض بکنن و خودش برای استراحت به قسمت بانکر بره. وقتی که کمک خلبان دوم وارد کابین میشه کاپیتان جاشو با اون عوض میکنه. فقط اینجا اتفاقی که میفته اینه که معمولا کاپیتان های پرواز چون ساعت پروازی و تجربه بالایی دارن در غیاب خودشون تعیین میکنن که کی کنترل پرواز رو تو شرایط اضطراری به عهده بگیره، چون کمک خلبان دوم ما تجربه بالاتری داشت نسبت به کمک خلبان اولیه ما روی اون تایپ از پرواز.
ولی به هر حال کاپیتان ما کابین رو ترک میکنه بدون اینکه بدون 15 دقیقه بعد چه اتفاق ناگواری قرار برای این هواپیما بیفته. اما فقط چند دقیقه بعد از اینکه کاپیتان پرواز کابین رو ترک میکنه، هواپیمای ما وارد یک سامانه بد نامساعد جوی میشه که باعث میشه که هواپیما در دقایق دیگه دچار یک سری توربولانس بشه. دو تا کمک خلبان به مهماندارا اعلام میکنن که ما شاید توربولانس خواهیم داشته باشیم، خاطر همین به مسافران بگید سر جاشون بشینن، خودتون هم آماده باشین بشینید و کاملا نرماله. قبلا هم گفتم توی اون منطقه از جغرافیا، تو اون تایم از سال، تو قسمت تروپیکال یا استوایی، این توربولانس ها تو 35000 پایی کاملا نرمال و طبیعیه. ولی چیزی که بهش دقت نکرده بودن اینه که پرواز توی این ابرها، توی این مدل از ابرهای بارشزا و ابرهایی که باعث به وجود آوردن یه سری کریستال های یخی میشن، باعث شد که لوله های پیتوت هواپیمای ما یخ بزنن. حالا لوله های پیتوت چی هستش، اصلا کارش چیه؟ خیلی ساده توضیح میدم. لوله هایی هستش اطراف هواپیما، حالا بسته به بزرگ بودن هواپیما تعداد این لوله ها میتونه بیشتر باشه، که شرایط و فشار اطراف هواپیما رو میگیره، محاسبه میکنه، به کامپیوتر حالا اصطلاحاً دیتا یونیت هواپیما این اطلاعات رو میده. اونجا اطلاعات محاسبه میشن و ارتفاع، سرعت، ورتیکال اسپید و بقیه فاکتورها جلوی مانیتورها، جلوی خلبان تو اون مانیتورها به نمایش در میان. یعنی چی؟ یعنی اگه اون لوله های پیتوت یخ بزنه، به این معنی که اطلاعات غلط وارد کامپیوتر هواپیما میشه و کامپیوتر هواپیما طبیعتاً اطلاعات غلط به صفحه اون اسکرین های جلوی خلبان ها میده. برای همین به خاطر این یخزدگی لوله های پیتوت باعث شد که سرعت هواپیما قطع بشه، ایندیکیشنش یا نمایشگر سرعت قطع بشه. یعنی خلبان ها نمیدونستن با چه سرعتی دارن پرواز میکنن. خب وقتی که لوله پیتوت ما یخ میزنه، یعنی اطلاعات سرعت غلط وارد کامپیوتر هواپیما قراره بشه، اتوپایلوت به صورت کاملا اتوماتیک غیر فعال میشه. یعنی کنترل هواپیما رو کامل و دستی در اختیار خلبان ها قرار میده. کمک خلبان اول ما، همون شخصی که از همون اول داخل کابین خلبان بود، کنترل رو دستش میگیره و برای اینکه از این توربولانس ها دوری کنه و ترس اینم داشت که چون اطلاعاتی که از سرعت داره میگیره غلطه، شاید اطلاعات دیگه هم که داره نشون داده میشه غلط باشه، به صورت غیر قابل توجیه و اشتباه دماغه هواپیما رو به سمت بالا میداد. یعنی اصلا پیچ اپ میکرد، هواپیما رو به سمت بالا برد که بتونه از این توربولانس دوری کنه. ولی چون سرعت و اطلاعات سرعت رو نداشتن، هواپیما تا ارتفاعی به سمت بالا رفت ولی استال کرد. یعنی چی؟ یعنی زور هواپیما، سرعت هواپیما برای اون حجم از زاویه حمله یا همون انگل آف اتک کافی نبود و به خاطر همین هواپیما استال میکنه و مثل یه تیکه آهن با سرعت خیلی زیاد به سمت پایین حرکت میکنه. کمک خلبان دوم که آدم با تجربه تری بود و مانیتور داشت میکرد اتفاقات رو، متوجه صدا و آلارم استال شد. توی هواپیمای ایرباس و بوئینگ و همه هواپیماها وقتی که استال میشه هواپیما، که یه اتفاق خیلی خطرناکه، یه صدای آلارمی به نام استال چیزی که الان دارید میشنوید توی کاکپیت پخش میشه. stall. ولی نکته قابل توجه اینه که هر دو خلبان کلا تو شوک بودن و با اینکه داشتن میشنیدن کلمه استال رو، هواپیما داشت بهشون میگفت که من استال کردم، من از استال در بیا، ریکاور بکن، ولی کموکان گوش نمیدادن و کمک خلبان اول کموکان اصرار داشت که دماغه هواپیما رو به سمت بالا ببره و نداشتن سرعت کافی، بالا بودن بیش از حد دماغه باعث شد که هواپیما بیشتر تو حالت استال قرار بگیره و یا اصطلاحاً دیپ استال بکنه و دیگه ارتفاعشو افتاد تو حالت استال و به سرعت داشت ارتفاع کم میکرد. کمک خلبان اول دکمه فلایت کرو رست رو میزنه و از کاپیتان میخواد که به کابین برگرده. من یه چیزی توی پرانتز بگم، همه این اتفاقها از لحظه‌ای که اتوپایلوت خارج میشه، یخ میزنه و تا لحظه سقوط کلا 3 دقیقه طول میکشه. یعنی فکر نکنید که تایم خیلی زیادی ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم، ولی خب همین 3 دقیقه برای خلبان‌های فوق حرفه‌ای مثل این دوستانی که از اقیانوس اطلس عبور میکنن، پرواز میکنن،
و با اینکه کلمه استال رو دارن میشنون ولی کماکان بهش بی‌اعتنایی میکنن به خاطر مسائل فیزیولوژی و منتالی، البته نه از قصد. خیلی جالبه که چجوری میشه خلبانای کاملا حرفه‌ای بتونن هواپیما رو تو حالت استال در بیارن. بعد از بازگشت کاپیتان به کابین هم اتفاق خاصی نیفتاد و ایشون هم متوجه دلیل قضیه نشد و هر سه خلبان تو ابهام بودن که چرا هواپیما داره به سمت پایین حرکت میکنه و اصلا نمیدونستن چه اتفاقی داره میفته، اصلا کلا گیج بودن. تا اینکه یکی دو بار کمک خلبان دوم، اون کمک خلبانی که به صورت جایگزین هنوز سر جای کاپیتان نشسته، اشاره کرد که دماغه هواپیما رو بیار پایین‌تر یا بیار پایین که از استال ما خارج بشیم، که در پاسخ حتی کمک خلبان اول میگه باشه من دماغه رو میارم پایین، ولی کماکان اصرار به بالا بردن دماغه داشت. ببینید توی بوئینگ اگر یک طرف چه کاپیتان و کمک خلبان یوک رو به سمت عقب یا جلو ببرن، برای اون یکی شخص رو هم معلومه این حرکت، یعنی اون طرف میتونه بفهمه که چه دستوری رو داره اون یکی خلبان به هواپیما میده. ولی توی ایرباس اگر یک طرف مثلا دستور پیچاپ یا بردن بالای دماغه رو بهش بده، اون طرف اگه نگاه بکنه به استیک خودش به صورت نوترال یعنی خنثی میبینه. و شاید اگر ایرباس مثل بوئینگ بود، کمک خلبان دوم متوجه میشد که کمک خلبان اول با اینکه داره میگه دماغه رو من میدم پایین ولی کماکان داره دماغه رو به سمت بالا میبره، شاید خودش کنترل رو به عهده میگرفت یا شاید اصلا متوجه این موضوع میشد. البته ناگفته نمونه که شاید اصلا مصمم نبودن خود کمک خلبان دوم، اون شخصی که جایگزین وارد شده بود، دلیل این بود که کنترل خودش به عهده نگیره. به هر حال هواپیما سقوط میکنه توی اقیانوس اطلس و کل این اتفاقات 3 دقیقه طول میکشه. 228 نفر کشته میشن. فقط فکر کنم تونستن 50 تا جسد رو از کف آب پیدا بکنن. پروژه پیدا کردن لاشه‌های هواپیما و جعبه سیاه 2 سال طول کشید که فکر میکنم بودجه 10 میلیون دلاری واسش گذاشته بودن. یکی از اتفاقات تلخ تاریخ هوانوردی فرانسه و مسافربری دنیا میشه گفت بوده. اتفاقی که کافی بود خلبان‌ها کلاً به هیچی دست نزنن که این اتفاق نیفته. یعنی اگه به هیچی دست نمیزدن هواپیما سقوط نمیکرد. مثلا 2 تا مسافر اونجا نشسته بود این هواپیما سقوط نمیکرد. به هر حال اتفاقی که افتاده و ما همش درس میگیریم از اشتباهات آدم‌هایی که در گذشته بودن و اشتباهات حتی سیستمی و کامپیوتری. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر کامنتی، سوالی، بحثی هستش حتما برام توی کامنت ها بنویسید، با هم صحبت میکنیم، چت میکنیم، گپ میزنیم. دم شما گرم که تا آخر این ویدیو هم با من بودید. خیلی ممنون. خداحافظ.